سلام دوستان، خوش اومدین به چنل امیر کبیر با یه ویدیو دیگه. دوستان من رفیقم زنگ زد گفت داشتی من اومدم شهرتان، چرا نمیای دنبالم؟ گفتم من چه میدونستیم تو گفتی بیا دنبالم. یه ما اومدیم بریم دنبالش، زیاد فاصله نداریم با هم دیگه. بزنم زنگ بزنن. جوابم ندادی هوی گت شد. خب داریم میریم دیگه سمت اونا دیگه. بهترین رفیقم آدم باید هوای بهترین رفیقشو داشته باشه و شما هم رفیق خوب دارین. وای شما هم رفیق خوب دارین، اگه دارین اسمشو تگ کنید. اونا چی هم دوستان میبینین شما؟ حاجی پشمو، من واسه این روز اینقدر تلاش کرده بودم. آره دایی بی ناموسا دوستان، من واسه این روزی که زامبیا حمله کنن نزدیک 10 سال من تلاش کرده بودم از بچگی. الان پارتون میشونم. رفیق منم خوردین حتما ها. واه من نازم واه اینجوری نمیشه. زنگ بزنن تانکو بیارن، تانکو بیارن. واه چه سفارشم سریع رسید. رفیق من کجاست؟ سماشین انگار یه اخبار داره میگه. پیغام برای همه اومده. دوستان شهر لستر سیتی، به شما داره با ما به شما میگم که همه مردم لستر سیتی بیشترشون و میشه گفت همشون از لستر سیتی رفتن و تنها کسانی که اونجا موندن و از اینا که ما نمیتونیم هیچ کمکی بهتون کنیم، فقط یک هواپیما در آنجا وجود داره که میتونه شما رو برگردونه به شهر دیگه برید یا از اونجا فاصله بگیرید. دیگه همون یه هواپیما هست و همه مردم میشه گفت رفتن و این پیغام برای کسی که اونجا هست. با احترام لستر سیتی. دوستان شنیدین؟ میگه همه رفتن، میشه گفت فقط خودم موندم. هواپیمایی نزنم، روش نزدیک بود هواپیمایی بزنم. گفت فقط خودم موندم. زامبیا به کل شهر باور کنین حمله کردن چون ما نه پایین شهریم و این فرودگاه پایین شهرمونه. تازه هیچ امکاناتی هم نداره. ولی واقعا الان من نمیدونم چی کار کنم. بیرامو تانک دست ما داشتی. تانکو دارن میگن بچه به حمله کردن. الان منم زامبی میشم. باید برم رو حالت آهسته که بتونم از بینشون در برم. نگاه کنید دوستان، رد شدم دیگه. هواپیما برو اونور مرک مادر. رد بودو بابا. الان هواپیما رو میتره کنن اینا الان هواپیما رو میتره کنن. برو دیگه. تونستم برم. خدا شکر. الان من کجا برم؟ بذار یه زنگی بهشون بزنم. سلام، من تنها کسی هم که میشه گفت در لستر سیتی هستم. سلام، ما صداتون رو میشنویم و میتونیم به شما کمک کنید. یک قطار در ریل هست. شما اگر میتونید ما بهتون یاد میدیم چجوری بتونید قطار رو حرکت بدین و به شهر دیگه برسید و میتونید به لس آنجلس یا همون الی حرکت کنید. خب من الان هواپیما برداشتم.
هواپیما هم سوخت کافی رو نداره. اینو میدونیم، همه سوخت‌ها رو جمع‌آوری شد و با خود بردن میشه گفت. و خب اصلا چجوری میخواین شما دوباره برین بنزین بزنین اونجا؟ مثلا میخواین برین یکی بنازیم داخل حرکت بره بنزین بزنه؟ نه، باسه یه برگشت الان واه یا ابوالفضل چی شد آقا؟ اوی بچه ها کامل افتاده هواپیما رو. داره میره نه نرو وایستا. وای نرو هواپیما. یه جوری متوقفش کنم. برو داشت برو خیالت راحت برو. تنها چیزی که داشتیم و زدم ترکوندم. باید برسم به ریل قطار. راستی یه سایتی بود از هواپیما یه چیزی با همه ماشین کنترلی یه چی بود دارمون هرچی میفرستادن، ولی پول ما تنها چیزی که داریم کنم به این برس چیه؟ بنازم چیز سریع هم برو ما بریم کویر امشب دوباره. برو حرکت کن. وای اسب بد. ای پاش اشکست بکنم. بنازم ریل قطار. پیکا بنازم برو برسیم ریل قطار. کجای با ما دور شدیم؟ همین اسبا هم گرونه و بریم اینو بفروشیم. ما اینو کرایه کردیم به قیمت 2000 تا، میگم $200. قطار رو میبینم فکر کنم اونه. من تو تنها کسایی که زنده هستیم تو این دنیا هستیم. اسب خوبمی تو بودو. اون قطار رو فکر کنم دیگه. بودو که بیناموس دلقه. بابا برو دیگه. بابا اینم ما رو بافیدی. برو نه شما ای خدا، ما این همه راه رفتیم که آخر برسیم به اینجا، برسیم به پارک جنگلی. اینجا هم آخرین باری که رفتم داخلش این افتاد، دایناسور افتاد دنبالمون. چه کار کنیم الان؟ میشه گفت بدبخت شدیم کامل. برو آخرش. نمیتونه. دستمون گیر کرده. چه کار کنیم واقعا؟ چه کار کنیم دیگه؟ این دنیا به درد نمیخوره دیگه، به درد نمیخوره. بابا برسیم دیگه، ناموسم ما به این قطار. ببینین چی را پیدا کردم. من چند تا آدم اینجا دیدم داخل قطار وایساده بودن و الان ما دیگه بریم قطار رو. این بمبا رو نمیده بودم. من الان دارم وارد این شدم قطار، دارم میرم. بریم